گایز چطورین بچه ها؟ من پرنسم و آپدیت فوق‌العاده بازی دیدین؟ چه آپدیتی داده؟ بسید من دست ببینم. ببین شما آپدیت فقط 8 بازیکن فوق‌العاده آورده که خیلی خفنن و نمیدونم چی بگم. و ببین اینجا رویسون که خب توضیحش گذاشتن، راول و گولیت و لیبریا اینا اومده و وینیسیوس 102 فران توریس و جان استونز هم برگشتن و خیلی دیگه اوضاع خفنه و خودم پشمام ریخته. و قصد کنم سرق پک اوپنینگ لایک و ساپمشنشه که به من انرژی بده که بازم برم حالا پک بگم، چون کنم بازم پک داره. حالا این پک داره گرم میده سویت زیرو داد. باش آقا، اول به پچه نگاه میندازیم. وای عشق، این چیه گابریل باتیست پشمون باتیستوتاه. وای من کارت کیمدیشو دارم، حالا کیم بهتون نشون ندادم کارت. وای باتیستوتا یا رو بایرنیا که حالا اسمش عجب غریبه، ناکاتا، اودو، مایکل اوون، برکمپ، ابیلاتی، چی؟ گویلی هم چیزی و کل باز کنه به درد نخور مزخرف دیگه. اولیا ساده میزنیم بریم چی بمونده. یا ازت عباس یه چیز خوب و 71 تا تو قاطی با قاطی داد. 1 2 3 4 5 6 7 8 میریم براش. وای بده تو رو خدا بده 74 داده. میریم برای یه روش کاملا طولانی. این چیان اینجوری دیگه مثلا میام تو پش ببارو بالا. وای چه پک خفنیه بچه، پشم خودم ریخته. این باتیستوتا رو ببینیم. بعد تازه بچه از این 3 تا را مثل پکی داوید ویوه از این 3 تا را میده و میتونیم بیدخی از این ها رو بگیریم. بگیم که کوین دیدیم ما. وای بده تو چه رنگی کردی من خودم انقدر چند سر میزنم حالش بد شه. چند سر میزنم چند سر واو حیف شد یه رنگی کرد و به میدون نداد. اگه رنگ درست میکرد خیلی خوب میشد. بده یه دونه شو بده بابا بده. و متاسفانه بهمون نداد. ولی باید دوبارم پک ها اینو جمع کنم. مثل که اینجا دیدین لایک اصلا فراموش نشد. خدا نگهدار.